حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه در ملفوظات اون آمده که ایشون میفرمایند که بر نفس اعتماد نکنید، نفس خود رو همیشه متهم بدونید و این رو بدونید که این نفس رذیلترین، بدترین، مکارترین، شیادترین چیزهاست و این رو با خودتون بگید که این نفس تا لحظه موت قابل اصلاح نیست، این اعتماد بهش نکنید. بله این اژدهاییه که الان به قول معروف خواب زمستانی فرو رفته نفس ما. الان میبینی طاعت میکنه، الان میبینی عبادت میکنه، الان میبینی تو میدان خدمت دین چست و چابکه، اما یک کم گرما و حرارت خودبینی و غرور بهش بخوره اژدها از خواب بیدار میشه، نفس همون نفس گذشته است. مواظب باش، یه وقتایی از نفست احساس میکنی خیلی چست و چابک شده، حس میکنی خیلی تو میدان طاعت و عبادت باید همراهی میکنه، این همون اژدهاییه که تو خواب زمستانی فرو رفته، فعلا خوابیده. یکم گرما و حرارت خودبینی و عجب بهش بخوره، این اژدها همون اژدهاست، بیدار میشه، هلاک میکنه.